من باید دوباره تکرار کنم اون جمله قبلی رو درباره قضاوت‌های جناب آقای موسوی. این دولت قانون رو زیر پا گذاشته؟ شما استنادتون فقط به یه مصوبه مجلسه، اونم قانون شورا هاست. شورای نگهبان میگه این خلاف قانون اساسی است، مجمع تشخیص میپذیرد. اگر شما میخواد قانون اجرا کنید، واقعا معترضید، شما 2 خط بنویسید به دیوان عدالت اداری. ما قانون داریم که اگر دولت برخلاف قانون عمل کرد میاد باطلش میکنه. بذارید 2 تا عدد بهتون بدم. آقای احمدی، من یک نکته عرض بکنم. شما 8 دقیقه بیشتر فرصت ندارید. 45 دقیقه وقت. تا 42 دقیقه بعد بازم اگه وقت بود تقسیم خواهیم کرد. چون من فکر میکنم شما اینو ادامه بدید، 3 ساعت 4 ساعت بذارید. بالاخره 3 ماه آقایون دارن همه با هم حمله میکنن و میزنن. 45 دقیقه فرصت میدید، 3 نفر در برابر 1 نفر، اشکال نداره. طبق اسنادی که ما داریم در دولت قبل تعداد مصوبات دولت که باطل شده است، دولت قبل 303 تاست، در دولت ما 157. مصوباتی که از ما توسط دیوان عدالت اداری باطل شده 3.2%، دولت قبل 6.5%. کی بیشتر تابع قانونه؟ و اصلاحاتی که ما انجام دادیم در ایرادات مجلس بیشترین است. اتفاقا ما داریم عین اون قانون مصوبه مجمع رو اجرا میکنیم. شما با 2 تا حقوقدان صحبت کنید، توجیه میکنن شما رو. اگر هم فکر میکنید واقعا ما داریم نقض قانون میکنیم، یه یادداشت میدید دیوان عدالت اداری، این قانون اساسی ماست، هر کس هر جایی بود میاد باطل میکنه. ولی اینکه در فلان جای اتفاقی افتاد، در فلان جای اتفاقی افتاد، بله یک کشور بزرگی است در گوشه کنار. در دوره شما مگه کم از این اتفاقات افتاد؟ ما دنبال پرونده سازی هستیم. ماجرای کردان به این ترتیبی که در دهه 80، یعنی از سال 70 به بعد، اتفاقا در دوره آقای هاشمی که حامی جناب آقای موسوی است، یه موجی در مدیران درست شد که همه می‌خواستن دکترا بگیرن. دانشگاه آزادم پشت قضیه دکترا صادر کرد، پشت سر هم یه موج درست شد. کردان هم یکی مثل همونا. من در مجلس گفتم این جور مدارک و من ارزشی براش قائل نیستم. استاد دانشگاه دکترا باید کسی باشه شب نخوابی کشیده باشه، زحمت کشیده باشه. این همه افراد تو کشور دارن زحمت میکشن برای درس. یه موج. من گفتم هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارم. میشه فهرست رو بیاریم چقدر از آدم‌های دوره آقای هاشمی و دوره آقای موسوی همینطوری رفتن دکترا قلابی گرفتن؟ آقای کردان هم یکیش، حالا یه دونه روش انگشت گذاشتن. من در مجلس گفتم اینو من قبول ندارم، اصلا مدرک رو بذارید کنار، عملکرد ایشون رو بیارید. راجع به یک کسی دیگه که میگن صدها میلیارد، من نمیدونم واقعا. یک کسی بوده فرمانده لشکر بوده، بعد در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی رفته توی کار اقتصادی پولدار شده. زمانی که پولدار بود من بهش گفتم بذار کنار بیا تو دولت، اومد. اما جناب آقای موسوی، بسیاری از مدیران شما و آقای هاشمی دست خالی اومدن، با یه امتیاز دلار 7 تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدن. آقای صفایی فراهانی مدیر دولت شماست، از دولت شما پولدار شده. فهرست بلندی است، من نمیخوام اینجا اسم ببرم. شما میگید میلیاردر شدن؟ پسرای آقای هاشمی چی کار میکنن در کشور؟ کدوم یک از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدند یا رانتی رو خوردند یا ملکی رو گرفتند؟ من فهرستی دارم از زمینهایی که مدیران گرفتند، براتون بخونم. 40 هکتار، 50 هکتار، 80 هکتار، 400 هکتار. در دوره واگذاری بیشترین مشکلات ما در کارگاه آمال واگذاری های دوره قبل از این دولته. کیا گرفتن؟ کسایی که الان دارن از جناب عالی حمایت میکنن. این هزینه سنگین تبلیغاتی شما از کجا میاد؟ آقای موسوی، من دوست دارم شما رو. این چه نحوه هزینه کردن است؟ از کجا میاد؟ یک مورد رشت الکتریک بدون هیچ مزایده‌ای دادن به
دوستان جناب آقای کرباسی، همسر آقای کرباسی، همسر آقای قبه، کارخونه رو از بیخ تراشیدن زمینش رو بفروشن و 10 مورد اینطور 400 هکتار زمین در هرمزگان گرفتن. مردم برای 2 هکتار که 4 تا جوان بره سر کار لنگن. بیقانونی ایناست جناب آقای موسوی. استاد اویل بیقانون نیست که طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. بیقانونی در پسران بعضی از همین آقایونی است که امروز از شما حمایت میکنن. پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ اینا حامیان شما هستن. بیقانونی اوناست جناب آقای موسوی، نه اینکه یک کسی یه جایی. کجا این دولت اعلام کرده ما قانون رو نمیپذیریم؟ یک موردم نمیتونید شما بیارید. وقت شما تمام. یک جمله میگم تمام. من اینجا پرونده‌ای دارم مال یه خانوم، شما میشناسیدش، در تبلیغات انتخاباتی کنار شما میشینه، برخلاف همه قوانین کشور همزمان که کارمند بوده 2 تا رشته فوق لیسانس خونده، یکیش در دانشگاه آزاد، دکترا گرفته بدون کنکور و بعد در رشته غیر مرتبط دانشیار شده، استادیار شده، بدون اینکه شرایطش رو داشته باشه رئیس دانشگاه شده. اینا بی قانون نیست. من با اینها مخالفم. من میگم با رانت بازی و بان بازی و اینجور چیزایی که یه عده ببرن بقیه محروم باشن، من با اینا مخالفم جناب آقای موسوی، نه با قانون. بنده تابع قانونم، دولت ما قانون مدارترینه. اجازه بدید یه جمله آخر رو هم عرض بکنم. من وارد آمار نشدم برای اینکه بدونید در همین دوره‌ای که جناب اقتصاد ضربه خورده بهترین وضعیت اقتصاد نسبت به قبله، نسبت به دوره شما که عالی است، نسبت به قبلی ها هم ما اینجا گزارش هست دقیق، آماری است که منتشر شده است. اما من سوال میکنم گزینش ها رو امام در زمان کی منحل کرد؟ در زمان ما؟ در زمان شما؟ یه خاطره ارزم تمام. بنده رفتم به عنوان بعد از انحلال دعوت کرد آقای مهندس نقره‌کار با جناب عالی، رفتیم جزء تجدید نظر گزینش، پرونده هایی رو میدادن به ما. یه دخترخانه می اومده بهش میگن که فلان سوال جواب بده. اگه جواب میداد میگفتن این خیلی مسلط بود، باطل. اگه جواب نمیداد می نوشتن اینا رو من دیدم با چشم خودم. فرمان هشوردهی برای جناب عالی صادر شد، نه برای این دولت. شما بگید چقدر اون رو اجرا کردید؟ چون وقت متشکر. آقای موسوی بفرمایید. شما حدوداً 12 دقیقه وقت. 12. خب صحبت‌های مختلفی کردن. من از همکارم میخوام که وقت دقیق رو هم به من اعلام بکنن. من خودم تایم رو دارم، من تا دوستان هم. بله. شما صحبت پایانی رو بفرمایید. صحبت‌های خاصی میکنن که واقعاً من نمیدونم چجوری باید جواب بدم. یکی از مشکلاتی که صحبت کردم با آقای احمدی نژاد هست، به چیزایی است که غیر عادی و غیر چیز. ایشون میگه شما به دیوان عدالت اداری نامه بنویسین که فلان چیزو به اصطلاح لغو. شما ادعا میکنید ما غیر قانونی بوده. شما وقت من نباشید وارد روشن دیگه. همین به اصطلاح روحیه شما که الان خود صدا سیما ما میدونیم کیا هستن، تو رجا نیوز در اینجا هستن، ما میدونیم که چجوری اینجا عمل میکنن. وقت من است. حالا به من میگه که مثلا یه چیزی بنویس به دیوان عدالت اداری. این آیا راه برخورد و مجلسه، راه برخورد و مجمع تشخیص مصلحته، جایی که ریش‌سفیدهای نظام اونجا نشستن، جایی که پشت سرش مشروعیتش رو از کل قانون اساسی و رهبری میگیره. آیا با این ترتیب مسئله کشور رو میشه اداره کرد؟ من اصلا مشکلم سر همین قضایاست. در یه چیزایی که بیان هست ما طوری عمل بکنیم، طوری حرف بزنیم که عوض اینکه بریم به سمت اینکه بگیم اینجا اشتباه کردیم، اینجا مثلا چیز کردیم، میخوایم اصلاحش بکنیم، خب همین است که منجر به دیکتاتوری میشه. ایشون میگه چرا میگن من دیکتاتور هستم؟ من نگفتم شما دیکتاتور هستید، ولی این روش قطعا به دیکتاتوری به اصطلاح میانجامه که شما رأی خودتون رو بر رأی یه جمع مجمع تشخیص مصلحت